با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگاه صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان که در پیام نوبتی خود به مجلس عالی بیان نمودند، همزمان قرار رئیس ولایت سوخ درباره تطبیق برنامه دولتی کمپلکسی رشد تربیت و معرفت اکولوژی عالی جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2020 و برنامه دولتی کمپلکسی رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی شهر خوجند در دوره تا سال 2020 از جانب شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند در کوچه گگرین شهر 2 عدد آویزه‌های ترغیباتی کلان حجم نصب گردیدند. مضمون این آویزه‌ها به سمت بهداشت اقلیم، تازه نگاه داشتن طبیعت با تصویر عکس‌ها تهیه گردیده. همزمان سخن‌های حکمت‌آموزی پیشوای معظم ملت محترم امامی رحمان در وسط طبیعت، از جمله ما باید به مسائل حفظ محیط زیست، عالم نباتات و حیوانات، وضع اکولوژی و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی مناسبت جدی ظاهر کنیم نوشته شده است. باید قید نمود که از جانب شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند در سال روان در سمت تطبیق نمودن برنامه دولتی کمپلکسی رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی شهر خوجند در دوره تا سال 2020 برگزاری یک قطار چهاربینی‌های اکولوژی پیش بینی گردیده است.